سلام، اینجا باکسپوش.ir. امروز اومدیم در مورد یک مسئله‌ای که سوال اکثر خریدارای بسته‌بندی‌ها و پاکت‌های ما صحبت کنیم. اونم نحوه دوخت و پلمپ پاکت‌هایی که شما از وبسایت ما خریداری می‌کنید. برای این کار 3 دسته دستگاه ما داریم: دستگاه‌های دستی یا خونگی، دستگاه‌های پدالی و دستگاه‌های ریلی که شما به نسبت تعداد پاکتی که در روز می‌خواید پلمپ کنید میتونید یکی از این گروه دسته ها رو خریداری کنید و کارتون رو باهاش انجام بدید. ما تو وبسایتمون 3 مدل دستگاه برای پلمپ پاکت های بسته بندی داریم: مدل خونگی، مدل پدالی و مدل ریلی که شما به نسبت تعداد پاکتی که در روز میخواید پر کنید و پلمپ کنید و هزینه‌ای که میخواید برای این کار در نظر بگیرید میتونید مدل مناسب خودتون رو انتخاب کنید. اولین مدلی که در موردش صحبت می‌کنیم مدل خونگیه که این دستگاه کاملا دستیه که در سایزهای مختلف از 15 سانت تا 40 سانت تو وبسایت ما موجوده و شما میتونید تهیه کنید. روش کار با این دستگاه خیلی ساده است، به این شکل که شما پاکتی که مد نظر دارید برای پرس کردن رو در دهانه دستگاه قرار میدید، درجه دستگاه رو به نسبت قطر پاکتتون تنظیم میکنید و این دهانه رو با دست میبندید. زمانی که چراغ دستگاه خاموش بشه پاکت شما دوخت خورده و آماده ارسال به بازار. مدل دوم دستگاهی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم دستگاه پدالیه. دستگاه برای کارگاه‌های کوچیک مناسبه، از 30 سانت تا 50 سانت موجوده برای خرید. بیشتر برای جاهای مناسبه که بین 200 تا 500 پاکت رو در روز می‌خواید دوخت بزنید. روش کار این دستگاه اینجوریه که وقتی دستگاه گرم شد پاکتتون رو در دهانه دستگاه قرار میدید و پدال دستگاه رو فشار میدید و خیلی سریع یه دوخت 1 سانتی و خیلی محکم روی پاکت شما ایجاد میکنه و پاکت شما آماده بسته‌بندی و ارسال میشه. سومین مدل دستگاه ها که گرونترینشون هم هست دستگاه اتوماتیک ریلیه که برای بین حالا 100 200 تا 1000 دوخت در روز هم مناسبه. این دستگاه کاملا اتوماتیکه و فک‌ها و یقه‌های قابل تنظیم داره به نسبت سایز پاکت شما و جایی که قراره دوخت بخوره. روش کار این دستگاه اینجوریه که بعد از اینکه دستگاه گرم شد شما پاکت رو در ابتدای یقه دستگاه قرار میدید و به صورت اتوماتیک پاکت در مسیری که طی میکنه دوخت میخوره و از سمت دیگه دستگاه به صورت پلمپ شده بیرون میاد. پاکتتون آماده میشه برای بسته‌بندی و ارسال.